سلام دوستان، اینجا فاز 3 و منم دارم میپیچم توی یکی از خیابونای محله 5 و همونطور که مشاهده میکنید کوچه خیابونای فاز 3 هم اکثرا درخت و دار و درخت دارن و با این حالی که خونه هاش 60-70% دو طبقه و کلنگی محسوب میشن، زیبایی خونه ها میبینید به چشم میاد به خاطر همین کوچه خیابونای خوشگلش و خونه های دو طبقه، زمین هایی کمی که موندن و خونه های نوسازی که توی همین محدوده همین محله 5 مشاهده میکنید، دست راستمون، دست چپمون. و حالا این انتهای همین خیابون وارد یه پارک بزرگ بوستان حافظ اسمش و همین یه دونه زمین رو هم داریم که به خاطر اینکه چندین سال مونده نقشه این و ارتفاع این پایین هست، احتمالاً دیگه زمین محسوب میشه. کسی که اینجا رو بعداً بخواد بسازه همین قطعه رو باید بکوبه. این پارک رو دیدید یه لحظه و این خیابون کاجه که توی همین محله 5 قرار داره. خونه های بسیار زیبا و اکثرا لوکیشن عکاسی هستن برای بلاگرهایی که توی اندیشه زندگی میکنن. همین خونه های تریپلکس استخدار حساب میشن همه این خونه ها. توی همین دست چپتون میشن، این دست راستتون هنوز مثلا دو طبقه و کلنگی هن و توی این محله قرار گرفته و قیمت خوبی گرفتن و زیر 20 تومن اصلا شما کلنگی پیدا نمی کنید اینجا. اون روبرو هم که محله 4 اصلا کاری باش نداریم و ما میپیشیم خیابون بوستان سابق و شهید بلورخانی فعلی. دست راست اون همچنان محله 5 و خیابان آلاله رو وارد میشیم. همونجور که میبینید خونه ها اکثرا یکی در میون کلنگی هن، ولی خب اینقدر زیبا هستن بعضی خونه ها، یه محله رو خوشگل کردن. مثلا همین حالا خونه های زیاد نوسازی هم نیستن، ولی هر کی میاد و حالا شما هم دارید میبینید با دوربین زیاد شاید به چشم نیاد، ولی خلوتی محله، سرسبزی محله، خونه های نوسازی که حالا بعضا هستن و آدمایی که تو اینجاها زندگی میکنن شادی و تراوت خاصی به این فاز دادن. حالا هنوز میبینیم محله 5 بعضی محله ها مثلا 2 برابر همین محله 5 هستن، بعضی محله ها یه ذره کوچیک‌ترن، یه ذره بزرگترن. حالا امروز این رو ما بهتون گفتیم و تو ویدیوهای این روبرو مثلا محله 4، حالا بعداً کامل راجع به اونم صحبت میکنیم. مثلا همین محله 5 دیگه زمین زیادی نمونده، فکر کنم 9 قطعه اینا. حالا من دقیقاً کل آمار فاز 3 رو دارم دقیق یادداشت میکنم که بهتون بگم. دست چپمون محله 4، دست راستمون محله 5 همچنان و این خیابون فرهنگ که میبینید چه خیابون زیبای ویو کوه دارن بعضی از این خونه ها و بالکناشون. اینجا هم محله 5 محسوب میشه، دو محله خوب فاز 3 هستش. حالا به خاطر موقعیتی که قرار گرفته زیاد دیده میشه، همه مردم اندیشه تقریبا میبینن این محله رو. امکاناتی که دور و برش داره و دو مسیر تاکسی قرار گرفتنش باعث شده. و این خیابون هم خیابون روزه، همونطور که میبینید تقریبا همه خونه ها جلوشون باغچه‌های اختصاصی ریز و درشت دارن و تمام.